سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. آقا همونطور که میبینید اولین ویدیو کانال ماست و اولین گیم پلیمون هست. دوست داشتم که با بازی خوب رزیدنت ایول 4 شروع بشه، رزیدنت ایول 4 که نسخه اصلیش رو آره خلاصه که خیلی دوست داشتم این بازی رو با هم دیگه توی گوشی امتحان کنیم. خب استارتو بزنیم. Resident Evil 4. خب اینجا همون جاییه که مأموره میاد اینجا میشینه. آقای مأمور سلام. چی شد ازگل؟ حاجی من رفتم بیرون دوباره اومدم دیگه، از این به بعد با این مأموره بی همه چیز صحبت نمی کنیم. زهر مار فکر کردی من میترسم؟ اینجا چیکار میکنه خب بچه داداشی شزل؟ نظرت با چاقو چیه؟ نظرم من ای چیه؟ کو بی شرف دارم باید شوخی میکنم، چرا جنبه نداری؟ ای نام بمیر بابا بمیر. سرشو بگی لیان سرشو نگی. خارتو گاییدم. He is not zombie. خب چرا زد؟ تو که میدونی زامبی نیست. لیان ناموسن تو دی کی هستی بابا؟ بدبخت رو زدیم آجی. وایسا ببینم پایین جایی هست لوت کنیم. زنتو گاییدم. اینجا باید بشه کسایی که مردن رو گذاشتن اینجا. چی؟ آها میگه امیدوارم که حال اشلی خوب باشه. اشلی رو زدن. یواش یواش حاجی یواش. شما چه ناکسایی هستی؟ میر بابا حاجی نمیشه یا چه بد میزنه. پیرمرد تو اصلا بگیر جا تو مسجده حاجی. اینو بگیر ناموسن الان وقت اینو با میکنم تو کونت برو کنار، برو کسکه کنار بذار من کارمو بکنم. برو کنار دیگه حاجی. تو برو اون ور، تو بیا اینجا. من بیام که کونت پاره است. بابا الان دیگه نه گفتی ای اینو بگیر میر دیگه بابا. خارتو گاییدم. لیان کرا شد زخمی کردیم. پارا رفا میشم چطور خارمادرتو دلتون میکنم اومد؟ کجایی؟ بابا بمیر دیگه لامصب، بمیر ناموسم. چقدر ترسناکه. جمجمه الان میگه امیدوارم حال اشلی خوب باشه. این کیه؟ حاجی دلم نمیاد بزنمش. بریم جلو ببینیم چی میگه. بیا کجا میری گرگلی؟ بیا بیا کمکم کن. بابا انمی داریم. حاجی شمایی که آره حاجی منم حروم زاد. بابا ما آی چیکارت کردیم؟ بودو بذار اونجا تو کسه. بزنم. ولم عقیم که کن هستی عقیم ترت کنم. کسکه. کله تو بیار اینجا. کسکه. بیا حاجی. حاجی تا الان باید کلیسا باشی قربونت برم. این کارا واسه تو افت داره، زشته. آها رسیدیم به روستا. آره؟ نه هنوز نرسیم. اینجا یه زامبی هست حاجی، فکر کنم اینجا یه زامبی هست. خب دید ما رو. سلام. با من که صدا تو میشنوم، بیا بیرون دیگه.
شما که زامبی نیستی، مردی. واه. سلام سلام کیر خر. خانم، خوبی؟ به خانم نظر من مرده. خوبم کسکش. خانم شما چقدر خون از دست دادی؟ برو داسه رو ولی کردن تو کسکش برم دهنت. کن. وای خانم، خون داره چکه میکنه. فکر کردی آبشاره کسکش. خونه خدا دیگه. بیامرزتت. برو برو. شما که زنده بودی الان پیش من اشغال تا میکردی. تهش حالت اینه که جق میزنی زنده نیستی کسکش. دیگه. جقیه بدن. حالا من بیا تو. میخوام منو با یادت چاقو حرومی. بزنم داداش. منو یادت حرومی. لامصب بابا، من میخوام بهت رحم کنم، با چاقو بزنمت. تو چقدر آدم بی شرف. یادت اونور چیکارم دارم کردی؟ من بهت. زامبی نبودم کسکش. بگیر اینو، بگیر برم اینم بگیر مبارک. باز لیان زخمی شد. آقا این لیانه چقدر نازکه. یه تیر میخوره بهش چه اداهایی در میاره. جمع کن خودتو لیان. بابا تو قراره بری اشلی رو نجات بدی حاجی. خب میگه این باکس ها رو باید بزنیم. آها، چقدر سکه میده بازی بهمون. حروم من زاده. الان چطور لیانو تو خونشو پر خون کنم؟ کیر منو پر کن باهاش کسکش. فکر کنم اون بالا ها میشه. دوباره نه، مادرتو گاییدم. خب اینجا نمیشه چیزی خرید، باید بریم. لیان جان باید طاقت بیاری عزیزم. دارم برات حالتو داریم میگیرم این کسکش. مرحله رو رد کنیم. خب باز این دختر زنگ زد. وای من دیگه نمیتونم. امیدوارم حرف اشری رو نزنی. نه این اشری رو بیخیال. من عاشقتم. چند دفعه بهت بگم. من به اشری وفادارم.